سوختن بگداختن آسان نبود. این وطن را ساختن آسان نبود. این همه آرایش از خون دل است. خانه را پرداختن آسان نبود. بعد مرگ کاوه و 18 پسر پرچم پرداختن آسان نبود. چون سیاوش خویش را از بحر ننگ بر علاب انداختن آسان نبود. بعد خونی پنجه های باربد عود نو بنواختن آسان نبود. سر به دار و پای در زولانه ماند. بی سر و پا تاختن آسان نبود. 100,000 آثار فرهنگ و هنر همچو جان باختن آسان نبود. خاکش از اشک نیاگان خرم است. این وطن را ساختن آسان نبود. خب من امروز بزم شعر همین شاعری که شعرش خوندم بزرگ مهری بهادر است و ببینید من مخصوص این شعر انتخاب کردم. در ستایش وطن خیلی زیاد شعرها می نویسند می خونیم، لیکن من گمان میکنم که در همین چند سال آخر، چند همین مدت آخر، همین 1-2 سال آخر یا 1 سال آخر یا هفته های آخر، یکی از بهترین شعرهایی که من در ستایش وطن خوندم همین شعر است که در 8 بیت تمام قریب گنجانده است. تمام تاریخ وطن، دردهای وطن، زخمهای وطن، ارمانهای ملی مویا در همین 8 بیت شاعری اکن جوان گفتنی بدم جوانه الکه آدمی که این شعر گفت آقای شاعری کامل است، گنجانده است. و ببینید واقعا سر به دار و پای در زولانه ماند، بی سر و پا تاختن آسان نبود. همین تمام تاریخ گذشته خونین و گران مایا شاعر بسیار با زبان ساده، بدون یگان خیلی شعاردنی ها، بدون خیلی توصیف های پادر هوا، بسیار صمیمانه سرود است. و این امروز گمان میکنم که بزرگ مهر یکی از در صفحه شاعرای وطن دوستی ما پیشگام است. مثلا یک شعر دیگری میگوید که این خاک سراپرده شاهان بزرگ است، پرورده شاهنامه و گردان بزرگ است. فردوسی شاعر تنی تنها به گه رزم سرکرده و سرلشکری ایرانی بزرگ است. گهوارم الوانش خورد با پد سیمور، گر منشه تاریخی مردان بزرگ است. پیوند مرا هیچ کسی نشکند آسان، هر رشته آن بسته به ایمان بزرگ است. در قله پامیر نشستم به نیایش، آزادگیم هدیه یزدان بزرگ است. همین وقتهای آخر بعض شاعرای مثلا نسل از ما بزرگتر استادهای خوب بازار و اینها خواطر بودن که میدان ادبیات خالی مانده است. من به گوشم رسید در روم نگفتن یک سخنهای استادهای خوب که بعضی کمال گفته نسل ما در نظر دارن میدان خالی است. خواطر بودن. اکنون من میگم کنی استادهای خوب بینن که میدان خالی نیست. امروز خیلی جوانهای خوبی داریم که شعر میگویند و در همین روز بزرگ میگوید که از شاعرای واقعا امیدبخشترین ماست. لیکن در همین روز اون زمانی که دورهای جوانی ما بود، میدونید شعر زیب منبرهای و شعر پاداش ها داشت. امروز من گمان میکنم که در میدان شعر تنها اونهای ماندن که به شعر زیسته نمیتونن،
تنها اونهایی موندن که با تمام وجودشون همین راه انتخاب کردن. چون که امروز تشکر. امروز شعر هیچ کس نمیخوراند و نمیپوشاند، هیچ کس مشکل است که نان دهد. این چیزی معلوم است. این یک دوره شاید گذشته است، اما به شعر تنها اونهایی میگروند امروز که به شعر زیسته نمیتوانند. بنابر همین امروز نظر من که بسیار استادای ما بسیار سختگیر بودن، ما هم همین ادامه میدادیم، لیکن وقتی که شعرهای یک ساله ادبیات سنت من خواهش کردم، من موردی بررسی قرار دادم، من همین نقطه نظر نزدیک شدم که هر کسی که امروز شعر گفته مثلا جان میکوهاند و مینویسد سزاوار دستگیری است. از هر کس میتوان یک بیت خوب یافت، یک چیزی نقد، یک صمیمیت، یک محبت. اگر همین چیز نباشد خود همین شعر پیدا نمیشد، به وجود نمیآید. بنابر همین من نظرم بسیار نیک است. ما جوانای بسیار خوب داریم. من حاضر اگر نام برم یگان کس فراموش میکنم، لیکن میدان شکر خدا که خالی نیست. خب بزرگ مهر من کیها باز میشناسم، میدونم هم انسان خوب است، هم بسیار خاکسار، بسیار زحمتکش است. و در هر باری که بررسی شعرهای مجله‌های ادبی میکردم، من حتما بزرگ مهر را در قطار بهترین ها نام بردگیم. من دینا ورق زدم و دیدم که همین خیلی واقعا هر شعرش هدف دارد. در شعر بغیر از اون که بدیعیت دارد، صنعت است، هنر است، پیش از طلبات اولین از شعر همین است که وای باید اثر بدیعی باشد، اثر هنر باشد. لیکن بغیر از این هنر برای هنر نیست، هنر برای هدفهای بزرگ اگر راهنمایی شود قدرش بلندتر می شود. و من حاضر مثال خوندم از شعرهای وطن دوستانه بهادر، تمام وجودش درد خلقش و وطنش و ملتش و ارمانهای ملی، حتی در شعرهای عاشقانه‌اش، در شعرهایی که در ستایش طبیعت گفته است، همین چیز احساس می شود. خب یک شعر درباره کودکی داره. کودکی ایش از شعرهای اولینش بزرگمهر علاکه همچون شاعر پدید آمده بود. کودکی در زوچه های خواهر من مانده است، کودکی در خنده های دادر من مانده است، در خیالم با صدای کودکی توبش به دست، کودکی تا حال در پشت دری من مانده است. خانه ها می ساختم از لای خس ویرانه شد، کودکی در خانه چشم تری من مانده است. از کبوتر بازی ما بام ها می شد خراب، اندرون بالیشم بال و پری من مانده است. تناسب سخن بینید رعایه میکنه. خیلی 100 هواپیما ز کاغذ ساختم با آرزوهای سمایی در سری من مانده است. هر سحر آینه رسم پیری من میکشد، کودکی در باغ سبز باوری من مانده است. خب اینطور این خیلی نمونه ها من زیاد دارم. شاید که یک مورد میشد که دیروز کتاب تازه، حالا این کتاب نشر شده است لیکن به من فرستاد، من خوندم کتاب نوی بزرگمهر بهادر، بسیار اساساً پسندم آمد، بسیار خوب است. کتاب نغز است، یک حدین است و دلیل اون است که یک شاعر بسیار خوب، یک شاعر بسیار آماده، یک شاعر هنرمند، شاعر وطن دوست امروز به این میدان آمده است. و من همه ما باید دل ما پر باشد که شعر ما امروز به مثل بزرگمهر بهادر نماینده های دارد که میتوان دلپر بود. آینده شعر ما میتوان دلپر بود. شعر گفتن، من وقتا گفته بودم که شعر گفتن گریه کردن، شعر گفتن خنده کردن، از سرشک مادر زار سینه را آگنده کردن، بسم الله در خون تپیدن، اشکهای مادران را از کنار راه چیدن. خلاصه اختتام میشد که در شب سرد زمستان بر غریب در کشودن،
آخرین نانی که داری با کسی تقسیم نمودن. انا همین نانی امروز نان شاعر، شعر شاعر این نان شاعر است. همین در تنور دلش کلچه های اردویش پخته است. امروز به ما پیشنهاد میکند. شاعر همه آدمی که آخرین پاره نانش تقسیم میکند با یک رهگذر. شعر شاعر همین است. برای همین حاضر دعوت میکنیم بزرگمهر عزیز را، بزرگمهر بهادر را به صحنت میخوانیم. یک کفکوبی شما. خدا گلهای گلشن را نگیرد، زیباغ زندگی زن را نگیرد. هزاران سوسنی بیبو چی در کار، خوشاگر بوی سوسن را نگیرد. برای معرفت یک واژه کافی است، دعا کن دانش و فن را نگیرد. بدون شبگه بودن توانیم، ولیکن روز روشن را نگیرد. برای دیدن خورشید روی اگر ره نیست، روزن را نگیرد. بیمان میرند مردان بحر میهن، زی مردان خاک میهن را نگیرد. اگرچه دوست دستم را نبگرفت، بگویم شکر دامن را نگیرد. مرا نشنیده باشد نیست باکی، الها حرف دشمن را نگیرد. بمانم کاش در یاد عزیزان، به یاد حق بودن را نگیرد. تو را از من نگیرد عزیز ای کاش، زی تو ای کاش که من را نگیرد. دوستان ارجمند، استادان گرامی قدر، هزار شکر که تا 27 اکتبر سال 2023 شما را از من و مرا از شما عزیز نگرفت و ما بعد از سپری کردن یک دنیا فاجعه ها به مثل کرونا و جنگ و آبخیزی و سیل و این همه بازم امروز روبرو هستیم و با حس شکرگزاری محفل این وطن را ساختن آسان نبود را محض به اون خاطر و این نام محفل برگزار کردیم که دوستان ارجمند واقعا هم این وطن را ساختن آسان نبود. برای چی؟ من به تاریخ دور و دراز از اون ساسانیان و سامانیان رجوع نمی کنم، تنها به 100 سال آخر، سال آینده که سال 2024 با آن که با نام تاجیکستان در خریطه کشور پیدا شد 100 سال می شود سال آینده. همین در دوام 100 سال آنچنان شهید دادیم، آنچنان قربانی ها دادیم که من شمارشان بیشمار است. اگر شروع میکنیم از خودی جوانمرگا شیرینشاه، شاه تیمور، نصرت الله مخزوم، نثار محمد، چنار اماموف و دیگر من اگر میتونم این روی خط ادامه بدهم، اگر از اینها آغاز کنیم ما در دوام 100 سال واقعا هم قربانی های زیاد دادیم. و هدف اونها چی بود؟ هدف اونها ساختن کشور با نام تاجیکستان بود. شما میدونید نصرت الله مخزوم، شیرینشاه، شاه تیمور با حسرت به عنوان استالین بکری نامه ها نوشتند که یک کشور باشد با نام تاجیکستان حق دارد، کشوری ملت متمدن آسیای مرکزی است و اونها با همین آرمان تای خاک رفتند. یکی 38 ساله بود، نصرت الله مخزوم بیشتر از 40 سال داشت، همه جوان مرگ شدند. به خاطر چی؟ به خاطر آنکه این وطن سازند، تاجیکستان سازند. این وطن را ساختن آسان بود که استاد کمال نصرالله شاعر خلقی تاجیکستان پره برای شما قرائت کردند. تشکر به استاد. ندای من نیست، ندای اونها است. ندای اونها است که اونها میخواستند انمیخه یک کشوری آباد بینند، انمیخه محفل ها به اشتراک کنند، سرود ملی داشته باشند، پرچم داشته باشند، لیکن اونها به همین آرمان نرسیدند و ما و شما رسیدیم و اکنون رسیدیم. درست مثل یک تحفه به ما رسید. ما و شما چشم گشودیم که تاجیکستان علاقه بود، لیکن امروز وضع جهان اینقدر ناگوار و دلخراش و نگران کننده است. آیا می شود این وطنی که به عوض خون جوانمرگا ساخته شد آیا می توان به آسانی داد؟ آیا می توان یک گیاهش را، یک پاره سنگش را،
یک وجب خاکش را آیا میتوان به آسانی به کسی دیگر دهیم؟ هدف محفل، هدف اصلی محفل و نامش هم این وطن را ساختن آسان نبود. به همین مقصد بود که دوستان ارجمند من، استادان از این چیز، از این قضیه آگاهند، لیکن همسالان من اصلا جوانان بیشترشان آگاه نیستند که این تاجیکستانی که در کوچه‌اش عشق می‌ورزند، این طرف میدوند، این طرف بازی و رقص میکنند، این تاجیکستان به آسانی ساخته نشده است. و این ندا، این محفل اصلا گیریم به همسالانم است که یک بار دیگر آگاه شویم. خطر در اطراف است، در گرد و اطراف است، دور نیست. دشمن، چشمی علای دشمن از هر سو، از هر روزن به ما نگاه کرده شده است. ما این تاجیکستان، ما این کشوری که بار دیگر میگویم که به عوض خون شهیدان ساخته شد، باید به آسانی ندهیم. و من میخواستم که همه شما رو، من چقدر چهره های نورانی میبینم، دکتران علم، اکادمیک ها، نام مبارک اونها رو یک به یک اگر گیرم فرصت کمی میکند. من همه شما رو، استادان ارجمندم رو بار دیگر به این محفل خوش آمدید میگم و با یک غزل شاگردانه به قول استاد لایق، مشق غزل است، البته غزل نیست هنوز، یک مشق غزل از دفتری مشق غزل یک شعر دیگر میخوانم که این اصلا گریم اهدا ارمغان به همه شما که وقت یافتید. وقت قیمتترین گوهر است که شما جدا کردید. برای مهربانی وقت یابید، برای مهربانی وقت یابید، برای سبزجانی وقت یابید، برای دوست دارم گفتن یار، برای دلفشانی وقت یابید، به یک صحبت، به یک لبخند زیبا، برای کامرانی وقت یابید. پس از عطر گل یار شمیدن، برای گل نشانی وقت یابید. پس از عطر گل یار شمیدن، برای گل نشانی وقت یابید. نه در تقویم باشد ارزش عمر، برای زندگانی وقت یابید. تمامی آرزوها آرمانی است، به عمری آرمانی وقت یابید. من و تو جاویدان هرگز نبودیم، به عشق جاویدانی وقت یابید. دوستان ارجمند، هزار تشکر که وقت یافتید. من باور دارم که شما از این محفل چه خیلی که وقت یافتید، من الکی وقت شما برای من اصلا صرف شده است. باور دارم که شما همگی 2 ساعت وقت مییابید و بسیار میخواستم عزیزان، من در تمام محفل و چاره‌بینی شما در خدمت هستم. آینده خواهش میکنم که 2 ساعت همگی در همین محفل من، در همین اولین محفل من در پایتخت که حالا درباره دوشنبه بسیار گفتنی ها دارم، باز هم در دوام محفل میگم 2 ساعت صبر میکنیم. و من حالا اولین ترانه رو میخواهم که در اجرای هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان، گلبانوی هنر ما، شهبانوی ملک بدخشان، صاحب دولتشاه بشنویم. در میانی سنگ ها آینه دارم تابم، پاک دل چون چشمه هایم آبیارم تابم. نام من از باستان در بیستون حق گشته است. نام من از باستان در بیستون حق گشته است. کوه ها سا بیستون و استوارم تابد. کوه ها سا بیستون و استوارم تابد.
من خورشید می باشد که وقتی بام داد. تاج من خورشید می باشد که وقتی بام داد. بنگری بر قله های کوهسارم تابد. بنگری بر قله های کوهسارم تابد. بنگری بر قله های کوهسارم تابد. دوستان ارجمند، بازم یک کمی به تاریخ رجوع میکنم که بسیار دشمنان ما رو به کوهستان رانده گمان کردند که ما در بین کوهساران فرهنگ ساخته نمیتوانیم. لیکن تاجیک صاحب اراده قوی، صاحب اراده آهنی، از سنگ هم فرهنگ ساخت. و حالا یک شعر دیگر میخونم با نام فرهنگ کوهستانیان. بامداد اول به استقبال خورشید آمده، فطرت و فرهنگ میابند کوهستانیان. بعد فتح قله نو در حریم آسمان، بعد فتح قله نو در حریم آسمان، نشأتی اورنگ میابند کوهستانیان. از نوای چشم سار و از سرودی بادها، نو به نو آهنگ میابند کوهستانیان. در سخن در کار از رنگ و ریا بیگانند، در سخن در کار از رنگ و ریا بیگانند، حال دیده رنگ میابند کوهستانیان. حال دیده رنگ میابند کوهستانیان. بس که آسان نیست رفتن از رهی کوه و کمر، راه نام و ننگ میابند کوهستانیان. گنج بیرنج ندارد کلبه سنگینشان، رزق خود از سنگ میابند کوهستانیان. وسعتی اندیشه های و روح های بیشکست، از محیطی تنگ میابند کوهستانیان. کوهستانیان. و همین راغونی که در دل سنگ ساخته شده ایستاده است، الکی یک قسمتش فعال است، چرخه هاش میگردد الکی، همین راغون نمونه عالی فرهنگ در سنگ است. و 7 سال قبل از این، سال 2016، سرور کشور محترم امام رحمان سری چنبرکی بلدوزر نشسته، خودشون بیشتر از 1.5 ساعت خاک و شغل را به پیش دریای وخش انداختند و پیش دریای وخش بستند و اولین قسم پاره چکره قطره آب برای آبانباری نیروگاه برق راغون آهسته جمع شد از همون روز. و همین شب روزها بود، یادتون هست 29 اکتبر سال 2016. و ما بار دیگر همه در زیر سیاست سرور دولت ثابت کردیم که ما در سنگ هم فرهنگ میسازیم. به امید نشوید، ما نمیمیریم. ریشه ما در آب بقا، از آب بقا شاداب است، ما میرنده نیستیم. و شعار هر یک کوهستانی، شعار هر یک تاجیکستانی که 93% این کشور کوه است این است: مرد باید قله باشد، مرد باید قله باشد، رو به خورشید، ابر در کف، برف در دوش، چشمه در دل، ریشه در خاک تحمل، همچو شهتیری زمین ایستاده باشد. مرد باید قله باشد. دوستان عزیز، یک نمونه دیگری که ما از کوه در کوهستان ایستاده فرهنگ ساختیم این است که استاد رودکی در بین کوهساران 5 رود اول به وایه رسیده، اونجا آب زرفشان نوشیده رفته، در بخارا چی ساختند؟ فرهنگ ساختند. این از فرهنگ کوهستانیان. و این شعرم اصلا به استاد رودکی بخشیده می شود که اساسگزار فرهنگ کوهستانیان استاد رودکی هستند. و امروز وقت است که ما
کوه را همچون نماد خود، همچون یک رمز مقاومت به تمام بلاها، به تمام اغواها باید از همین کوه باید همچون نماد، همچون یک رمز باید استفاده بریم. من میخواستم که یاد از استاد رودکی شد، ترانه دویم در اجرای هنرپیشه انسامبل شش مقام سرایان نور خوجند، یکی از شاگردان بسیار نغز استاد جوربک مرادوف، هنرپیشه اتحاد شوروی، اینام جان کریموف ترانه می سرایند با نام رودکی. رودکی خونیاگری ممتازی آهنگی زبان، می نوازی با 100 عصری دیگر چنگی زبان. می تراود بوی گل از حرفهای چیدت، نام تو سرلوحه زیبای فرهنگی زبان. جای ملیان تو سرودی ملت است، بانگ جشن تاجیکان تو سرودی ملت مرحبا خونیاگری ممتازی آهنگی زبان، مرحبا خونیاگری ممتازی آهنگی زبان. هر قدر آینه چشم و دلت بشکستند، می زدایی با پیامی ایستوی زنگی زبان. هر قدر آینه چشم و دلت بشکستند، می زدایی با پیامی ایستوی زنگی زبان. بعد عربی خراسانی زبان گم کرده بود، بعد عربی خراسانی زبان گم کرده بود. یافتی راهی نو از پیراهی تنگی زبان، یافتی راهی نو از پیراهی تنگی زبان.
رنگ بوی واژه‌هایت را به هم انباشتن من درمانی دوران طرحی ارژنگی زبان ترک تازی برده دیوان سامانی بابا ترک تازی برده دیوان سامانی بابا من در دیوان تو محفوظ و رنگی زبان من در دیوان تو محفوظ و رنگی زبان مرحبا خونیاگری ممتازی آهنگی زبان زیبای فرهنگی زبان زیبای فرهنگی زبان از ازل تا به آدم عشق بوده است از ازل تا به آدم عشق بوده است از عرب تا به عجم عشق بوده است از ازل تا به آدم عشق بوده است از عرب تا به عجم عشق بوده است حکمت و فلسفه را گفتم علم حکمت و فلسفه هم عشق بوده است تو مگو مذهبی خیام چی بود مذهبی اهل قلم عشق بوده است عارف دفتر عرفان را شست آتش و دیر و صنم عشق بوده است کس نیاریست شمارد اختر بیرون از قید و رقم عشق بوده است اولین حرف خدا عشق بوده است آخرین حکم حکم عشق بوده است شاه و درویش زی تشویشی جهان ایمن نیست هر کی فرهاد شود رنج و غمش شیرین نیست این همه بی هدفی های تو از بی دردی گر دلی را علمی عشق بود مسکین نیست گر دلی را علمی عشق بود مسکین نیست تو از این ملک روی تا بشوی آسوده سری بی درد و بلا در یمن و در چین نیست تو از این ملک روی تا بشوی آسوده سری بی درد و بلا در یمن و در چین نیست کس به پیراهن زیبا نشود آزاده وای داده مرغ مرجان به پری رنگی خود شاهین نیست مرغ مرجان به پری رنگی خود شاهین نیست مومنی رفت کلیسا تو مگو کافر شد هر کی مسجد ندر
به خدا بیدین نیست. مومنی رفت کلیسا تو مگو کافر شد. هر کی مسجد ندر آمد به خدا بیدین نیست. اهل دین با سخنی کی نزدایند از دین. هر کسی تیغ بگیرد لایقی تحسین نیست. من چرا پیروی پیری سخن کردم باز؟ من چرا پیروی پیری سخن کردم باز؟ چون که صد پند و مثل هست و تو را تمکین نیست. چون که صد پند و مثل هست و تو را تمکین نیست. هر کی فرهاد شود رنج و غمش شیرین نیست. در شرق یا جنوبی، خورشید بی غروبی، در مظهر محبت مادر همیشه خوبی. واقعا هم یک کسی که همیشه خوب است، نه در یک مدت کوتاه، نه در یک چند سال، تا آخری عمر و بعد از نبودنش هم برای شما همیشه خوب است، مادر است. و من با اجازه شما چند شعر در وصف مادر بخوانم. بر خاک بوسشا مادر مقدس است، بیچون و بیچرا مادر مقدس است. از قعر جان ما ناید زبان ما، از قعر جان ما ناید زبان ما. بی شرح و بی صدا مادر مقدس است. همسال زندگی تیمسال زندگی، همسال زندگی تیمسال زندگی، سرچشمه بقا مادر مقدس است. خورشید گویمش ناهید گویمش، سرمنشه صفا مادر مقدس است. خورشید گویمش ناهید گویمش، سرمنشه صفا مادر مقدس است. ملت ندارد و مذهب نیارد و با قدرت دعا مادر مقدس است. با روحی بیشکست او نامسخر است، بر شاه و بر گدا مادر مقدس است. با روحی بیشکست او نامسخر است، بر شاه و بر گدا مادر مقدس است. در پنجه بلا گردیم مبتلا، گوییم الصلا مادر مقدس است. یک عشق ناعیان، یک دین بی بیان، داند فقط خدا مادر مقدس است. امروز مادری تاجیک، من مادری تاجیک گفتم، البته مادری تاجیکانی آن سوی آمو را هم در نظر دارم. امروز در داغ و حسرت فرزندانش همیشه می سوزد، فرزندانش همیشه در زیر بالش نیست. و در این شب و روزهایی که فاصله، البته ما میخواهیم نمیخواهیم، فاصله بیمهری را کم کم به وجود می بیارد. همین قطره هم میچکد نهایت سنگ را میکفاند. و همین فاصله ای که امروز میان فرزند و مادر، فرزند و پدر افتاده است، حتما در نظر شما ناعیان است، اما آب زیر یخ میرود. آهسته آهسته این فاصله ای که فرزند و مادر دارد مهرها را کم میکند. نه مهر مادر را، اما مهر فرزند را کم میکند. برای همینم یک غزل دیگری گفتیم با نام مادرت را یاد کن. اولین و آخرین بختاورت را یاد کن، اولین و آخرین بختاورت را یاد کن. مادری مشتاق در بام و درت را
یاد کن. بال و پر بخشید تا پرواز تو آغاز شد. بال و پر بخشید تا پرواز تو آغاز شد. لانه‌ات را مادری مشتی پرت را یاد کن. از جنوب و شرق گاهی، از شمال سرد گاهی، هر کجای آفتابی خاورت را یاد کن. در خزانش هم بهار مهر ما را سبز داشت. در خزانش هم بهار مهر ما را سبز داشت. خاکسار و دلبر و گلپرورت را یاد کن. گر به بزمی عاشقی مدهوش می چرخد سرت، گر به بزمی عاشقی مدهوش می چرخد سرت، مادری رنجور از دردی سرت را یاد کن. مادر و میهن دو نخلی رسته از یک ریشند. مادر و میهن دو نخلی رسته از یک ریشند. ریشه و برگ و برت را، کشورت را یاد کن. یادی ما کردی نکردی در دو دنیا باک نیست. یادی ما کردی نکردی در دو دنیا باک نیست. مادرت را، مادرت را، مادرت را یاد کن. اولین محفل کوچک ما وقتی که در دیوشتیج برگزار گردید با نام ساعت مادر من خورشید است. پیش از آنه که سال 2016 با همین شعر استاد کمال نصرالله استاد ارجمند ما با همین شعر سال 2016 در کورس کنفرانس ادیبان جوان در شهر خوجند به ما ارشادنامه دادند که اعضای اتفاق نویسندگان شود و ما با همین شعر ساعت مادر من خورشید است و پیوند اتفاق گردیدیم، اتفاق نویسندگان این درگاه بزرگان، و همه سوال می دادند که اون مادری که ساعتش ویران است یا اون مادری که ساعتش خورشید است کدام مادر است؟ و البته اون مادر عزیز، مادری که ساعتش خورشید است، از روی خورشید کار میکند، در بین ما و شما نشستگی است. مادر من گلچهره امروز مهمان هستند. من وقتی که سال 2016 دانشجوی ماجسترانت اکادمی ملی علم ها بودم، دیه رفتم که در ایوان یک ساعت پلاستیکی چینی یک کمی چنگ زده، چنگ گرفته است و خوابیده است، کار نمیکند. بعد من مادرم سوال کردم که آخر چرا این ساعت فعال نمیکنید؟ اینجا در ایوان کلان در پیش چشم به چشم عیان آویزان کردید، در میخ آویزان کردید و چرا این کار نمیکند؟ و مادرم گفت با من ساعت چی در کار است؟ من از روی خورشید کار میکنم. و همین شعر از همین آفریده شد. ساعتی خانه ما خوابیده است، مادرم بی تقویم، مادرم بی ساعت، سرگوشای گیرهی تاب و تبش میداند، از رهی رفتن و باز آمدنی خورشید گذری روز و شبش میداند، از رقمهای پریشان عمر، از حسابی همه ای سود و زیان روز میلاد مرا میداند. ذاتن و فلسفه زندگی را، ذاتن و فلسفه زندگی زود گذر میداند. به دلش عقربکی امید است، روز او اسپید است، روز او اسپید است، به دلش عقربکی امید است. ساعت مادر من خورشید است. به مانند دل خود دل نیابی، چو حولی پدر منزل نیابی، نشینی با خردمندان دنیا، به مثل مادرت عاقل نیابی. اگر شما خواهید که همین دو بیتی را، همین دو بیتی که این دو بیتی از من نیست، لکه این دو بیتی از شما، از وقتی که شما پذیرفتید و همین از ورد زبان ها کردین، از من نیست، از شما، از مردم است. اگر خواهید که همین دو بیتی را زیر تنین ترانه، زیر تنین آهنگ بشنوید، یک کفگویی کنید به صحنه هنرپیشه مردمی تاجیکستان لاله عزیز ورا میخوانم. با مانند دل خود دل نیابی.
همانندی دلی خود دل نیابی چه حولی پدر منزل نیابی نشینی با خیرتمندان دنیا به مثل مادرت عاقل نیابی نشینی با خیرتمندان دنیا به مثل مادرت عاقل نیابی دلی من عرصه سوز و گداز است رهی مقصود من شب و فراز است دلی من عرصه سوز و گداز است رهی مقصود من شب و فراز است بهار آوردن آسان است یاران به مثل ترنه ها راهم دراز است بهار آوردن آسان است یاران به مثل ترنه ها راهم دراز است درون شعر خود محفوظم اکنون لبم را از سخن میدوزم اکنون همه سوز دلم بیهوده بوده است برای مادرم میسوزم اکنون همه سوز دلم بیهوده بوده است برای مادرم میسوزم اکنون تمامی روزی عمرم را شمردم به خود گفتم چی دادم من چی بردم تمامی روزی عمرم را شمردم به خود گفتم چی دادم من چی بردم دل را برده باشم بختیارم دل آزرده باشم دل فگارم دل را برده باشم بختیارم دل آزرده باشم دل فگارم دل آزرده باشم دل فگارم دوستان عزیزی من استادان شاید شنیده باشند که در ناحیه دیوشتیج یک دهه بسیار زیبایی هست با نام بسمنده و وقتی که ما شعر سپهداران بسمنده را نوشتیم استاد فرزانه که با دعایشان امروز همراه ما هستند بسیار دعا و ثنا گفتند. من پیش از این محفل در خوجند همراهشان بودیم، یک صحبتی بسیار خوب هم داشتیم، مادرم را گرفته نزدشان رفته بودیم. استاد فرزانه هم شما چند بار زنگ میزنن حال پرسی میکنه بیوا میخوریم بسمنده نغز است، بسمندگی ها خوبن میگن.
و همه گمان کرد، همه پین داشت که من از بحثمانده هستم و دیگر جای بحث نبود. دیگر وقتای آخر بحث نمیکنم. کسی میگوید که بحثمانده خوب است، میگم بحثمانده خوب است. در اینجا در این دهه زیبا منظر که من نانو نمکی این مردم بسیار خوردگی هستند، بسیار انسان‌های شریف هستند و بسیار انسان‌های خوب مثل عبدالصمد حاجی و ظفرجان حسن و جاوید و جسور و امید و بسیار برادرای عزیز و قدردان دارم که اونها ظفرجان امینوف بسیار طبیب عیسوی هوش هستند و دادرشان فردوس امینوف و من اینجا نام همشون البته شاید به ذهنم نمیرسد، اما همه این عزیزان باور کنید، همه عزیزان من اگر همه گوید که من یک اینقدر قرضدار هستم، اینقدر قرض هستم، من از اینها جان قرضدار هستم. اینا در حیات من نیکی های بسیار کردن، در روزهای مشکلی من درباره من راست بودند. من همشون دوست می‌دارم و همین شعر بار دیگر در حضور شما در دوشنبه از سپیداران بسمنده بگوییم. سرودی سبزتان را تا دهم من گوش، مرا گیر در آغوش. نگشته ریشه ام از خاکتان کنده، سپیداران بسمنده. به وقتی رقص زیبا و به وقتی برگ افشانی، به وقتی راستگویی راست پیمانی، شما سوی خدا هر دم شتابنده، سفیداران بسمنده. شما دستی دعا دارید، شما رقصی سما آرید، ز عرفانی شما گردیم آگنده، سفیداران بسمنده. شما از کج شدن از خم زدن زینهار پرهیزید، شما از کج شدن از خم زدن زینهار پرهیزید. به حفظی راستی و رستگاران باز برخیزید، شما از قوم حق بازان نماینده، سفیداران بسمنده. به خاکی خشک روی سنگ یا در سای می ایستید، شما مردانی با صبرید با یک پای می ایستید. بیاموزید ما را همچنین صبری فزاینده، سفیداران بسمنده. بیمانم پشت بر پشتی شما پشتی پدر باشد، و برگو شاخه هاتان دست و انگشتی پدر باشد. نشینم باز در شاخی شما مانند پرنده، سفیداران بسمنده، سفیداران بسمنده. و ما دعای سفیداران بسمنده، پیران بسمنده را گرفته تا به دوشنبه آمدیم و میخواهم چند حرفه که درباره دوشنبه بگویم که دوشنبه امروز چقدر زیبا و آرام و آسوده و گل شکوفا است و حتی گلهایش در تیر ماه هم در زمستان هم خزان نمی شوند. گلهای همیشه بهار دارد دوشنبه عزیزی ما. لیکن با وجود این ما هر تیر ماه مشتاق باران دوشنبه می شویم. مشتاق باران دوشنبه یک شعر می خوانم و همین شعر را با ترانه‌اش یعنی با آهنگش شما بازم خواهید شنید. پاییز روم تا چمنستان دوشنبه، مشتاق شده در ره باران دوشنبه. این صبح دو سه قطره به ناگاه چکیده است، با هم همه حالم شده همسان دوشنبه. از چنگ رهیدیم و به کف چنگ گرفتیم، از چنگ رهیدیم و به کف چنگ گرفتیم. ایام شباب آمده یاران دوشنبه، در گردی درختانی به خواب آمده آییم، با زمزمه سبزی بهاران دوشنبه. بگذار که پاییز دم مست بگردد، بگذار که پاییز دم مست بگردد، از عشق و جوانی جوانان دوشنبه. رفتن نتوانم به همه فصل ز خاکش، جانم شده پیوند
به جانان دوشنبه، جانم شده پیوند به جانان دوشنبه. ای باد و هوا سنج یکی گوی دروغه، باران رسد و تازه شود جان دوشنبه. ای باد و هوا سنج یکی گوی دروغه، باران رسد و تازه شود جان دوشنبه. باران چون نآید همه اشک بفشانیم، سرسبز شود تا گل بستان دوشنبه. دوشنبه رو دوست نداشتن امکان ندارد. من در دوشنبه بار اول یادم هست 2011 دانشجوی کورس اول بودم که ناگهان راهم به همین تئاتری به نام استاد لاهوتی افتاد. اونجا 70 سالگی استاد لایق میگذشت. گویا که استاد لایق 10 سال پیش گذشته بودند، اما در همون که من جا نشدم در ایوانچه تئاتر می نشستم می دیدم که بعد از 10 سال هم برای استاد لایق میگیریند، بعد از 10 سال هم برای استاد لایق نوحه میکشند. و اونجا یک محفل بسیار نازنین شد و من در دوشنبه در همین شهری که ما و شما این یک محفل این وطن را ساختن آسان نبود را برگزار میکنیم، در همین جا من دوستان بار اول استاد محمد جان شکوری را در همینجا دیدم. استاد شکوری همین در رده اول می نشستند و اینجا استاد نظام قاسم در اینجا درباره وضع زبان ادبیات، زبان شعر فکر میکنم معروضه داشتند و استاد شکوری زیر لب چیزی می افزودند. فکر میکنم به همون معروضه چیزی را هم می افزودند و ما با همسبقم شریف خواجه شریف دربرشان نشستیم و یک عکس خاطره هم گرفتیم که اون عکس قیمتترین پربهاترین گوهر عمر ما است که با استاد شکوری یک عکس داریم و بعد به صحبتشان مشرف شدیم. و من در همین اتفاق نویسندگان استاد مومن قناعت را دیدم، استاد گلنظر را دیدم، استاد سیدعلی مامور را دیدم، استاد اکبر ترسان را در محفل استاد فرزانه اینجا دیدم، اکادمیک اکبر ترسان، استاد موسی دینار شویف. اینقدر چهره های بزرگ عزیزان رو من در دوشنبه، راستی دوشنبه برای من یک شهر دیگر نه بلکه یک دولتی دیگر، بلکه یک دنیای دیگر بود و هزار شکر که عمری من به دوشنبه پیوست من با این عزیزا آشنایی پیدا کردم و از همه لخته چیزی گرفتم، پاره چیزی گرفتم و اگر توانسته باشم شعره که نظم هر چیزی هم باشد از همونا، از رساله های اونها، از مقاله های اونها، از شعرهای اونها کم کم دزدیدیم، البته کم کم اقتباس کردیم، ما از اونها ساخته شدیم و اگر ساخته شده باشیم البته این شما بها میدهید. من حالا دوستان پیش از آنکه ترانه دوشنبه رو بشنویم میخواستم که یکی از بزرگان در رویخطی که من گفتم در این رویخط نام استاد عبدالمومن شریفی هم هست. استاد خوش آمدید. هنرپیشه مردمی تاجیکستان عبدالمومن شریفی یک غزل زیبا قرائت میکنند. درست است که من قرائت کنم شما حتما میپذیرید، البته به قول طاقت میکنید، اما استاد عبدالمومن شریفی عارف زمانی ما هستند بدون شک. بیایید ما از دایره چه بگذاریم، این کس ادبیات کلاسیک را در رگ و پوستشان تجربه کرده هستند، تحمل کرده هستند، در خودشان ادبیات کلاسیک حافظ و مولانا را در خودشان هضم کرده هستند و از زبان استاد شنیدن یک غزل افتخار من است. خوش آمدید. تشکر برای لطف بزرگوار عزیز. درود سلام استادان، خانمان و جنابان. راستی وقتی 2 روز پیش بود اعلان محفلی بزرگمهر در فیسبوک خواندم، گفتم من باید روم، اگر نروم گناه. چرا؟ بزرگمهر شاعر است، اهل ادب است، اما من کم ندیدم بزرگمهر در محفل های هنری، در نمایش های تئاتری، در فیلم ها. از اهل ادب، جوان های اهل ادب بیشتر من بزرگمهر می دیدم. بزرگمهر اگر خب من نمیخوام که در رو بروش من تعریف کنم، یعنی فرهنگی واقعی است. فرهنگی باید همین گونه باشد. متاسفانه ما امروز یک عادت در ما شده، بیشتر در دیگ خود می جوشیم، از درد و خوشی های خود بیشتر به درد خوشی های خود مشغولیم، از دیگران بیخبریم و این واقعیت دیگران از ما بیخبرند. تصور کنید اگر جوانها، و خصوص جوانها، حداقل جوانها، چون ما اکنون دیگر ما عوض کرده نمیشه در این سال،
اگر اهل ادب، اهل هنر، اهل طب، اهل علم، اهل معارف، خب اهل مطبوعات که قشر فرهنگی جامعه اند، اگر به هم آیند، من ایمانم کامل این تالارهای چی تئاتر، چی سینما، چی اینجا پر خواهد شد و جای نشست نمیابیم و نیاز به بیننده های اجباری نداریم اگر 20% اونها بیایند. و من خدا میگویم که کاش مثل بزرگمهری عزیز این گونه نفران هرچی زیادتر در ما شوند که همین به همایی، همین وحدت ملی که ما میگوییم در عمل ببینیم، چون همه پایه همین است. اگر ما فرهنگی ها این کار را نکنیم پس کی میکند؟ باید این کار شود و خدا کند که همین چیز هر چیز زودتر به انجام رسد و ما همه جوانهای فرهنگی جامعه همون را در این گونه محفل ها ببینیم. من شرمنده‌ام نزدیک بزرگمهر، چون اول وقت اونقدر زیاد نداشتم، سرکاری بود و بعد این مغز و خاطره کمی ضعیف گشته من به من امکانیت نداد که یک اشعار خوبش چیزی را انتخاب کنم و به قدری لازمی قرائت نمایم. اما خوشبختانه یک چند روزک پیش کاری شد و من به صحیفه اشعار مولانا عبدالرحمن جامی نظر دوختم و یک چند بیت و یک غزل به اصطلاح کمپوزیت آماده کردم و نصیب باشد من اینجا به طور کامل بار اول قرائت میکنم. اینم به خاطری که خدا کند که چون چند صد سال است که عبدالرحمن جامی برای ما افتخار است و خدایی که چند صد سال بعد بزرگمهر و اشعار او هم به ملت ما افتخار شود و افتخار باشد. با اجازه استادان و شما عزیزان، تخمی پراکنده که در گیل بود، تخمی پراکنده که در گیل بود، تخمی پراکندگی دیل بود. بده ساقی آن جام گیتی نمای که هستی ربای است و مستی فزای. به مستی ز هستی رهاییم کن، به مستان عشق آشناییم کن. بزن مطربان نغمه دلنواز که در پرده دل بود پرده ساز. به شکرانه زان پرده گفتگوی عروسانی معنی نهادند روی. باز هوایی چمنم آرزوست، جلوه سرو سمنم آرزوست. نکهت گل را چی کنم ای نسیم، بوی از آن پیرهنم آرزوست. توبه زیمایی کردم و آمد بهار، توبه زیمایی کردم و آمد بهار. ساقی توبه شکنم آرزوست. پرسش اگر نیست بگو ناسزا، پرسش اگر نیست بگو ناسزا. که از دهنت یک سخنم آرزوست. من کیم و بزم تو، من کیم و بزم تو، لیکن ز دور دیدن آن انجمنم آرزوست. زیستنم به تو میسر مباد، به تو اگر زیستنم آرزوست. بیش مگو جامی زان لب سخن، بیش مگو جامی زان لب سخن، که این سخنان زان دهنم آرزوست. دوستان، همه ما واقعا هم امشب روزها که درختها
برگ های طلاییشان را زیر پای ما پایانداز میکنند. مشتاق باران دوشنبه هستیم و با امید آنه که باران دوشنبه زودتر فرا رسد و دلها را جانها را دوشنبه عزیز ما را تار و تازه گرداند. سرود باران دوشنبه در اجرای محمد جان رجبوف، غالب آزمونی تو قلب تاجیکستانی دوشنبه. مرحبا. البته خرسندی و آرامش و تبسم کودکان و خنده بلند عاشقان در چمنستان دوشنبه خوشایند است، اما دل آدم درد میکند وقتی بیرحمانه در
افغانستان و فلسطین کودکان را قتل میکنند. وقتی که اون گلغنچه های تر و تازه را خون آلوده و آغشته خاکستر و خاک و خون میبینید، حتما فرزندان خودتان پیش چشمتان میآید. حتما فرزندان خودتان، گل دختران خودتان، پسرکان خودتان پیش چشمتان میآید که ای پروردگار این روز را به ما نشان نده. اما انسان میخواهد چیزی بکند، از خودش صدا بلند کند. به همین مسئله گویا که انسان عاجز است، میداند که وی تنی تنها است، اما کوشش میکند که همین بلا و همین جنگ، همین واژه جنگ را از فرهنگ ها ستورد، تازه کند، اما قدرتش نمیرسد. و وقتی که قدرت شما با از بین بردن بدی ها و زشتی ها نمیرسد، شعر به دادتان میرسد. و شعر گفتیم با نام دیرتر. این روزها میگذرد، این اشک ها حالا پاسخ دارد، این اشک ها، این خونایی که اونها ریخته ایستادن حالا پاسخ دارد، اما دیرتر. آدمان تغییر مییابند اما دیرتر. آدمان تغییر مییابند اما دیرتر. حکمتی تقدیر مییابند اما دیرتر. چهره های زشت ظالم های دوران نوین با قلم تصویر مییابند اما دیرتر. تشنگان جاه از خاک مزار سرد خود چشم های سیر مییابند اما دیرتر. در جهان عیاش های بیسر و نامهربان مادری خود پیر مییابند اما دیرتر. در جهان عیاش های بیسر و نامهربان مادری خود پیر مییابند اما دیرتر. این طرف اشک است و آن سو خون و از بالا سکوت آها تفسیر مییابند اما دیرتر. خواب دیدم از بهشت عشق اول آمدی، خواب دیدم از بهشت عشق اول آمدی. خوابها تعبیر مییابند اما دیرتر. شاعران از گفتنی حرف و شعاری بردروغ خیش را دلگیر مییابند اما دیرتر. از عالم خستینت گلدسته نمیگیری. این دنیا همه خیلی از دوستان که از عالم خستینت زلال بانو تشکر. من با اون امید نگفتم که گل دسته بسیار شود. من دوستان ارجمند، دوستان ارجمند، از عالم خستینت گل دسته نمیگیری. هزار تشکر به گل دسته های، مخصوصا به ثبت گل های جمهوریت که با راهبری استاد قربانعلی رحمان زاده جای کاری من، جای نام من، جای نان من جمهوریت است. و استاد قربانی رحمان زاده هرچند اشتراک کردن نتوانستند، اما با دعاشان، با یاردم و مددشان با ما هستند. تشکر به استاد. و من میخواستم که همین گلدسته سیدا این دخترچه من میخواستم که همین دو گلدسته سیدا، شما هستید سیدا، بیاید اینجا، بیاید و معلمه دو معلمه عزیزم شاهانه سلیمانی و لطافت که اینجا بدید.
با استاد عزیزم استاد شریف مراد اسرافیلی استاد ادبیاتند. ادبیات رو روحشون که تحس میکنن، نه با دانششون، روحشون که. استاد هزار تشکر که شما ادبیات چیست به همین سوال به ما پاسخ گفتید. با استاد عزیزم استاد خیراندش یک کفگویی کنید. اولین شعرهای خام ما استاد قلم میزدند. خوش آمدید استاد عزیز. استاد صباحت الله مظفری انسانی دسترخواندار، خوش آمدید. سرهنگ آینده خدا خواهد، سرهنگ ملت استاد رستم بدلف، خوش آمدید. همه عزیزان، من در دوام محفل استاد یکی از سابقه داران ساحه حربی وطندار اصیل عمر نظرقلوف، خوش آمدید. استاد علی اکبر داننده علم حساب، خوش آمدید. من یک دوستان خوش آمدید میگم. از عالم خستینت گلدسته نمیگیری، گلدسته رسد شاید پیوسته نمیگیری. از عالم خستینت گلدسته نمیگیری، گلدسته رسد شاید پیوسته نمیگیری. قسمت به تو هر لحظه پاداش نمیبخشد، پاداش اگر بخشد شایسته نمیگیری. گر خواجه خضر آید تا پشتی درت با رزق، بگشای دری دل را در بسته نمیگیری. گه سنگ زند بر سر، گه خار خلد بر پای، یعنی که تو حقت را بنشسته نمیگیری. در فرصت کوتاه سرعت بفزا ورنه، از زندگی نقد دل آهسته نمیگیری. گلغنچه عشقی پاک آزار همی خواهد، تو این گل نادر را از رسته نمیگیری. تا یافتن یک دل 100 سد سکندر هست، این لعل بدخشان را بشکسته نمیگیری. تا یافتن یک دل 100 سد سکندر هست، این لعل بدخشان را بشکسته نمیگیری. از بند اجل گاه وارسته شود، اما آزادی دل از خود نارسته نمیگیری. دوستان عزیز، من با اجازه شما چون الکی محفل یک کم به پایانم نزدیک می شود و من می خواستم که از عشق چند شعر بخوانم، چون خیلی که در بالا گفتیم اولین حرف خدا عشق بوده است، آخرین حکم حکم عشق بوده است. به همین خاطر از عشق چند شعر بخوانیم. صحبتی نو از محبت سر کنیم، از محبت میزها را زر کنیم. شعر من یک سو گذاریم و دم شعر چشمانی تو را از بر کنیم. رفته مهمانی کناری گرمی تو، دو کفی دستی تو را ساغر کنیم. بس که شیرینی محفل چون توی، شهد و شیرینی محفل چون توی، واژه حرفی تو شکر کنیم. کشته برق و کشته شمعی بزم را، چهره اد مه چشم من اختر کنیم. یک کمی می داده مستش کرده پس، یک جرعه می داده مستش کرده پس، کینه پارینه پشتی در کنیم. میبری دل را تو هم دل را بده، تا دلی دیوانه را دلبر کنیم. ما و تو بر عشق باور کرده ایم، بعد از این دم بر خدا باور کنیم. من امروز هوا سرد است اما نفست گرم است. در خلوت روحی من عشق و هوست گرم است. گرمی نگاهت را خورشید نمی بخشد، در بین تو من تنها چشمان تو می رخشد. چون لاله لبی نوشت در برف شکوفان است، در پرده لبهایت خونی تو فروزان است. شیرینی رازت را پنهان نتوانی کرد، سبکی نگهت گوید باید که جوانی کرد.
ابروی کجت گوید دنیا همگی کجروست، بینی همه فند و فن چشمی تو حقیقت گوست. در سردی بی برکش ما را به کنارت کش، تا سینه شود بی غش از غصه بی برکش. یک بار حیات است و یک بار همه میریم، از مرگ حق خود را با وصل نمیگیریم. یک بار حیات است و یک بار همه میریم، با وصل حق خود را، از مرگ حق خود را با وصل نمیگیریم. امروز هوا سرد است اما نفست گرم است، در خلوت روحی من عشق و هوست گرم است. زن و شیر و شراب از یک تبارند، تب و تاب و سراب از یک تبارند. زن و شیر و شراب از یک تبارند، تب و تاب و سراب از یک تبارند. به زیر پای او جنت نهادند، زن و مهر و ثواب از یک تبارند. بهاران گلفشان کی بود بیزند، زن و باغ و گلاب از یک تبارند. همیشه ناگشوده پر معما، زن و علمی حساب از یک تبارند. همیشه ناگشوده پر معما، زن و راز و کتاب از یک تبارند. گیره قلب او بگشا به تدبیر، زن و علمی حساب از یک تبارند. بدون زن نمی بود و نه شاعر، زن و شعر و شراب از یک تبارند. دوستان ارجمند، اینک محفل ما هم فکر میکنم به پایانش میرسد. من برادرم حسن جان رو که از مسکو به سمرقند و از سمرقند تا به دوشنبه آمدند، خوش آمدید برادری عزیز. پیش از همه به استاد نظام قاسم برای فراهم آوردن شرایط و باور کردنشان به یک نوجوانی راه ادبیات، راه مشکل گذاری ادبیات باور کردند و این تالار با شکوه را به اختیار ما گذاشتند. به طالب لقمان که درباره ما بودند برای این محفل، به همه عزیزانی که اگر نامشان نگرفتم، شریف خواجه عزیز برادر ارجمند من استاد حفیظ رحمان آمدند با دعای خودشان، تشکر. همه عزیزا، معلم انظورت ملکزاد، برادرم بختیاری سیف الله که دوستان عزیز اگر خودتان را در نوار و در یوتیوب کانال دیدید، از این برادری ما سپاسگزار باشید. هزار تشکر. شادخان نظر برادری ما خوش آمدند، سلامت باشید. دوستان عزیز، من با یک غزل دیگر محفل را به پایان میرسانم و ترانه این وطن را ساختن آسان نبود، پایان محفل خواهد بود. روح صحرا راز صحرا خواستم، روح صحرا راز صحرا خواستم، شوری دریا شیری دریا خواستم. از جهانی آهن و موجی رقم، یک دلی شوریده شیدا خواستم. از ازل روحم معما پرور است، زندگی پر معما خواستم. از گل و باد و درخت و آفتاب، حکمتی تازه ز دنیا خواستم. از خدا مردم زر و زیور بخواست، از خدا من شعر زیبا خواستم. ریند بودم شیخ یا شاعر بودم، هر که هم باشم شما را خواستم. من دوستان ارجمند هر که هم بودم واقعا شما را خواستم و این محفل خواستم در پیش شما، در نزد شما. من پیش از آنکه ترانه این وطن را ساختن آسان نبود صدا دهد، از نام همه دوستانم، هم سبقانم، دوستانم، بسیاری ها من سخن گفته نمیتوانم گفته، همشان از محفل کناره میجویند. از نام دوستان جوانم البته که نصفشان در روسیه و نصفشان در کشورهای خارجی هستند، یک دوستی عزیز دارم، ابراهیم جان دوستیزاده، از نام همه دوستان یک تبریک کند، بعد سرود را میشنویم. مرحمت ابراهیم جان. این عشق، این محبت مردم
چه دلپسند بر شعر دلپذیری تو ای مهر ارجمند. هم سرنوشت و هم ره و هم پیشه همیم، با هم رسیدیم به اینجا به صد گزند. از ما بریدند اگر چند همراهان، بانوی شعر از من و تو هیچ دل نکند. در پستی های یأس به امید بودیم، آن کو که پست برد همان میبرد بلند. پس گرچه شاد بودن ما مشکل است یار، از روی مصلحت به رخ زندگی بخند. سلام و درود استادان عزیز، هم قلمان گرامی، همه شمایان را به محفلی برادر عزیز و ارجمندم بزرگمهر خوش آمدید میگویم و مناداره خودم را به ریاست اتفاق نویسندگان تاجیکستان میرسانم که چنین فضا، چنین وقتی طلایی را به اختیار ما گذاشتند که از شعرهای شیرین برادر عزیز ما شما هم گوش کنید و لحظه فراغت نمایید. من از نام تمام دوستان عزیز و ارجمندم و تمام دوستان مشترک من و بزرگمهر از سراسر دنیا به این روز فرخ رقم، به این روزی که بزرگمهر یک بار دیگر کتاب دلشان را به نزد شما عزیزان بکشادند و شما از چگونگی سرشت برادر عزیز من برخوردار شدید. از نام همه ایشان امروز را مبارکباد میگویم. امروز مبارک را برای مادر عزیزم مبارکباد میگویم. مشکل پسند مادر، مشکل کشای مادر، بحری بزرگ مهرت تو دیر پای مادر. من از نام مادر خودم همین یک تحفه به بزرگمهر جان میدم. من همین سهر یک عکس استاد مومن قناعت را دیدم که با جامعه بی‌قصب داشتند، رحمتی استاد. و بزرگمهر هم همین جامعه که صبح‌های بارانی، صبح‌های سرد و در خیابان‌های دوشنبه قدم زنن و شعر ایجاد کنن. بار دیگر خوش آمدید عزیزان دل، هزار تشکر. دوستان ارجمند، سیدا یک لحظه. دوستان ارجمند، من حالا ترانه جنبستی این وطن را ساختن آسان نبود. خواهش میکنم که به خاطر وطن خود ما، برای تاجیکستان عزیز ما همه آوازی میکنیم. این وطن را ساختن آسان نبود. به صحنه برای اجرای ترانه این وطن را ساختن آسان نبود. برادر عزیزم فخرالدین دولتوف، سرداری بخشی فرهنگی ناحیه عبدالرحمن جامی، غالب آزمونی تاجیکستان وطن عزیز من فخرالدین دولتوف را میخوانم. مرحبا. آسان نبود این وطن را ساختن، آسان نبود این همه آرایش از خونی دل است. خانه را پرداختن آسان نبود.
پرچم افراختن آسان نبود سر به دار و پای در زولان نماند به سر و پا تاختن آسان نبود سر به دار و پای در زولان نماند به سر و پا تاختن آسان نبود چون سیاوش خش را از بحرینان بر علاب انداختن آسان نبود خاکش از اشکی نیاگان خورم است این وطن را ساختن آسان نبود این وطن را ساختن آسان نبود این وطن را ساختن آسان نبود